بریم سراغ صحنه بعدی که شاید تاثیرگذارترین صحنه مسابقه بود. داور همیشه باید معیارهای قانونی رو انجام بده. اینجا بازیکن پا رو پای حریف میذاره و شما وقتی پا رو پای حریف میذارید باید با کارت زرد جریمه بشید. این حرکتش اینجا عمدی نبود و وقتی عمدی نباشه و به قصد آسیب نباشه باید با کارت زرد جریمه بشه. به نظر منم این صحنه به قصد آسیب نبود، ضرب و شدت نداشت، عمدی نبود و بازیکن میخواد پاش رو روی زمین بذاره و تکیه‌گاه بکنه و نیروی مضاعفی وارد نمیکنه. برای همین به نظرم اصطلاحاً اینجا پاشو نمیکوبه روی پای بازیکن و نیروی مضاعفی وارد نمیکنه و کارت زرد روی این صحنه کافیه. پس شما میگید به دلیل اینکه عمدی نبوده کارت زرد کافی بود.